برای آنکه اکثر بیزنسمن ها رو افتاده می شوند، غم می خورند. اکنون از کجا می یابم؟ نه، شما سوی هدفتان بروید. هدفتان را انتخاب کنید. راه آدمانی پیدا می شوند که به آنها این هدف الهام می بخشد. استادی محترم، تغییرات در شرکت سوی 4 سمت راهنمایی می کند. یکم تغییرات در استراتژی، بله. تغییرات در تکنولوژی، بله. تغییرات در بیزنس مدل ها و محیط شرکت. بله. در همکاری کارمندان، در بیزنس پروسس ها. وقتی که جای بله. کارمندان را عوض کرده اصلاحات وارد می کنیم. و اگر از یکمش سر کنیم، تغییرات در استراتژی. شرکت های خیلی زیاد و یا بیزنسمن ها استراتژی ندارند. حتی استراتژی عادی‌ترین 1 ساله ندارند. بله. استراتژی 5 ساله و 10 ساله یک طرف است. من میدونم که شما پیش خود هدف گذاشته اید. برای 500 سال استراتژی تهیه کرده اید. سوال یکم، آیا استراتژی یکچند عصر ساختن ممکن است؟ وقتی که حالا تمدن‌ها خیلی زود تغییر می‌یابند، سال‌های آخر تغییرات خیلی زیاد به چشم می‌رسند. حتی ماه‌های آخر. چطور استراتژی طولانی ساختن ممکن؟ این یکم. دوم، آیا می‌توانید به بینندگان اقلاً ساختن استراتژی را به مدت 4-5 سال آموزانید؟ اقلاً. این خیلی مهم است. این خیلی مهم است. سوال من چنین است: بیزنسمن های محترم، آیا می‌خواهید که درآمدتان 2-3 برابر زیاد شود؟ درآمد امروزتان شما را قانع می‌سازد یا درآمد بیشتر می‌خواهید؟ اگر درآمد بیشتر خواهید، باید فهمید که کلید اساسی درآمد اداره کنی استراتژی است. استراتژی چی می‌دهد؟ استراتژی به شما کمک می‌کند تا حصه بیشتری بازار را فرا گیرید. هر قدر حصه بیشتری بازار را فرا گیرید، همان قدر درآمد دائمیتان می‌افزاید. جریان پولی سوی شما می‌آید. در جایی که رقابت است، در آنجا باید استراتژی باشد. آیا در بازار شما رقابت است؟ پس شما حتما باید استراتژی داشته باشید. این خیلی مهم است. اکنون برای داشتن استراتژی باید از تصورات سر کنیم که ما چگونه شرکت داشتن می‌خواهیم. فهمیدن در کار که پس از 3-4-5 سال ما در کجا بودن می‌خواهیم. ما چگونه شرکت شدن می‌خواهیم. شرکت رقمی 1 و یا در 10 گانه اول و یا مردم درباره شرکت ما چگونه تصورات داشته باشند. شرکت میلیونر یا شرکت بهترین استحصال لباس‌ها چگونه؟ شرکت با نفوذ، شرکت عادی چگونه؟ شرکت ارزان فروش چگونه شرکت؟ همین خیلی مهم است. تصورات خود را همه طرفه به نقشه درآوردن در کار. من رسالت خود را نوشتم. ما به اهل عالم چی می‌دهیم؟ فلان چیز به مردم چرا لازم است؟ برای چی؟ چند سال زیستن بیزنس وابسته به آن است که بیزنس کدام رسالت را اجرا می‌کند. با این بیزنس که حیات میبخشد؟ صاحبش. شما با بیزنستان حیات میبخشید. میفهمید؟ آدمان چه دردها دارند؟ چه مشکلی ها دارند؟ این رسالت شما به آدمان چه فایده میبخشد؟ این رسالت به مردم هر قدر طولانی خدمت کند، همان قدر بیشتر میتوانید استراتژی را کارکرد کنید. وگرنه نه. این خیلی مهم است. همان روزی که بیزنستان دیگر به مردم فایده نمیرساند، همان روز عمرش به آخر میرسد. همزمان در این قطار هدف شما چیست؟ و اهل عالم چیزی داده چی گرفتن میخواهید؟ رسالت آن چیست که میدهیم؟ هدف آن چیست که میگیریم؟ وقتی هدف را معین میکنیم، هدف از خواهش و یا تصورات فرق دارد. با چی؟ با چینک و مشخصات. مشخصیت، دقیقی، انیقی. وقتی آن انیق و دقیق پیدا می شود، در حال تحلیلی درونی و بیرونی می کنیم. درونی، امکانیت های ما، ریسورس ها، دانش، توانایی، اقتدار و غیره. بیرونی باشد بازار، رقابت، خریدار و غیره. از همه اساسی خریدار است. آیا این همه به خریدار در کار است؟ در اساس این تحلیلی درونی و بیرونی، ما همان استراتژی را کارکرد می کنیم که آن باید رقابت پذیر باشد. و آن باید این خیل باشد: استراتژی یکم برای 10-15 سال و استراتژی دوم برای 1 سال. برای آنکه بازار ما نامعتدل است، وابسته به بی‌قرب شوی پول، عامل‌های مکر اقتصادی، تأثیرات داخلی که به ما وابسته نیست، هر چی شدنش ممکن. کورس دلار میتواند بالا رود، میتواند تغییرات سیاسی شود و غیره، یا اپیدمیا و پاندمیا. در این رابطه اقلاً برای 1 سال کس باید هدف استراتژی معین داشته باشد.
کدام هدف را ما استراتژی می‌نامیم؟ هدف‌هایی که به آنها تقدیر شرکت وابسته است. ما چطور می‌رسیم؟ انا همینها را من در مستر کلاس ها می آموزانم. در مستر کلاس های 5 روزه من با آنهای می آموزانم که بیزنس های خرد دارند یا بیزنس کشادن میخواهند یا میخواهند درآمدشان را 2 برابر زیاد کنند. برای پیشرفتن شرکت را آماده کردن در کار، گروهی کاری را آماده کردن در کار. انا همین خیر. به استراتژی دور نمی روی. اگر رقابت باشد استراتژی در کار است و این شبهه‌ای نیست. از این رو از همین سر کردن در کار چطور به مدت دراز استراتژی آماده کردن ممکن؟ برای 100 200 500 سال و غیره. من استراتژی 500 ساله تهیه کردم. این ایده چطور در سرم پیدا شد؟ با فکرتون دراز عمرترین شرکت عالم چند سال باز عرض هستی دارد؟ 1700 سال باز. این را میدونستید؟ شرکت یابانی بیش از 1700 سال باز عرض هستی دارد. شرکت ساختمانی است. نیمی این شرکت را در سنگاپور، گانکونگ، توکیو، مالزیا و غیره ساختند. آن شرکت خیلی بزرگ است. و شرکت دوم که 1350 سال باز هست، مجموعه مهمانخانه هاست و آن نیز شرکت یابانی است. عموما یابانی ها مردمی دراز عمر به شمار می روند. معلوم می شود که شرکت هایشان نیز دراز عمر است. آیا می دانید که چرا؟ چون که همه را با یک فلسفه ساختن در کار، با یک ارزش حقیقی ساختن در کار. پایه آن باید خیلی ژرف چقور باشد. آنگاه شرکت عمری دراز می بیند. اگر شما آدمان را نه در گرد خود بلکه در گرد رسالت شرکتتان جمع آورید، آن عمری دراز می‌بیند. اما آدمان خود را با روحیه همین فلسفه تربیت کنید. همه با شما موافق نمی‌آیند. آنهای موافق می‌آیند که در این اشتراک کردن می‌خواهند. یعنی می‌خواهند حیات خود را به پیشرفت و انکشاف این هدف بخشند. انا همین خیر. از این رو برای ساختن شرکت دراز عمر پایش باید ژرف باشد. آن باید معنویات بلند داشته باشد. ارزش‌های معنوی بلند. انا همین خیر. من بسیار ارزش‌های معنوی دارم که نوشتم. ارزش‌های شخصی و ارزش‌های شرکت. این چنین ما ارزش‌های کارپراتیوی داریم. ما آنها را نگاه می‌داریم. ما ارزش‌های خود را نگاه می‌داریم و آنها را ویران نمی‌کنیم. آنها را نگاه داشته توانستن در کار. در دل همه میخواهند انسان خوب باشند، اما در حالتهای گوناگون هر خیل رفتار میکنند و این همین ارزشها را ویران میکند. یک مثال عادی میارم. آیا تصدیق میکنید که نه همه مسلمانان طبق سخنهایی که در قرآن و یا مسجدها گفته میشوند زندگی میکنند؟ بله البته. این را تصدیق میکنید؟ افسوس که هم. و اکنون آیا بسیاری ها 100% رعایت نموده زندگی میکنند و یا بسیاری ها آن را ویران میکنند؟ بسیاری ها آن را ویران میکنند. چون این فکر دارم. آن دیدید گپ در همین است. حالان که قریب 1500 سال باز در این باره گپ میزنند. نخست کس باید خودش را تربیت کند. برای آنها را فهمیدن من نخست بالای خودم بسیار کار کردم تا خودم را تربیت کنم. من چنین میشمارم انسانی که موافق ارزش‌های معنوی خود زیسته میتواند، موافق ارزش‌های دینی خود، اعتقاد خود، موافق ارزش‌های انسانی خود زیسته میتواند، انا او به کمالات رسیده است.